توحید به انسان استمرار میده، توحید به انسان انرژی میده، لا اله الا الله به انسانها هدف میده، به انسانها جهت میده، انسانها رو بارور میکنه. خود خدا میفرماید مثل کلمت طیبت کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا مثال میزنه برای انسانهای موحد، برای کسانی که توحید رو واقعا به معنای واقعی درک کردن. مثال کلمه طیبه، مثال توحید. کلمه طیبه چی هست؟ لا اله الا الله. مثال کلمه طیبه کشجرة طیبه، مثل یک درخت پاک، یک درخت عالی، اصلها ثابت، ریشه های درخت توحید استوار، ریشه های او در اعماق زمین، و فرعها فی السماء، شاخه های او کل افق آسمان را فرا گرفته است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این درخت میوه او فصل نمیشناسد، میوه این درخت جغرافیا رو نمیداند، میوه این درخت موسم و سال رو نمیشناسد، میوه این درخت سرزمین رو و آب و خاک و دما و اکسیژن خاصی رو نمیفهمد. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. در هر موقعیتی، در هر قسمت و بقعی از این کره خاکی، در زمین یا در آسمان، در خلوت یا در جلوت، در نور یا در ظلمت، در ذلت یا در عزت، در حکومت یا در رعیت، در هر موقعیتی که باشد، درخت لا اله الا الله میوه های گوهربار خودش رو، میوه های زیبا و شیرین و آبدار خودش رو به بشریت نه، بلکه به زمینیان و آسمانیان، بر سرانشینان و ثریانشینان، بر فرش نشینان و عرش نشینان، بر خاکیان و افلاکیان عنایت میکنه. ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذری سنگ زند آر نداریم، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به دریا میروم دریا تو بینم. انسان موحد وقتی میره دریا رو نمیبینه، بلکه در میان امواج دریا وجود پر از عشق الله رو به نظاره مینشیند. وقتی صبحگاهان صدای بلبلها رو میشنوه، برو در باغ و بوستانها به چشم سر نگاهی کن، درختان مدح او گویند که آن معبود بر حق است. اگر سرو و اگر ناجو، اگر بید و اگر آلو، به ذکر او در افغانند که آن معبود بر حق است. چرا ای مردک عاقل تو بی ذکر خدا باشی؟ همه جمله خلقان عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. چون شما سوی جمادی میروید، چون شما میرید دریا رو تماشا میکنید. نه این که به دریا میروم دریا تو بینم، به صحرا میروم صحرا تو بینم. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه.